بنده امین فردین و همراه تیمم. اینکه علا برکت الله، ولی اگه اینجوریه چرا دلار 4750 تومان؟ سلام جام جهانی. متهمان خانواده بنیتا رشم تولدی که ناتمام و جعبه سیاه کشتی را برنامه اینترنتی پشت پرده. برای تیم پشت پرده نه اصلاح طلب مهم هستش و نه اصولگرا. ما به بالهای سیاسی اصلا اهمیت نمیدیم. پشت پرده این دست صحبتایی که امید دانا میکنه خیلی با اسناد مدارک راحت میشه رو کرد و باید با آقای امید دانا و به افرادی که حمایت میکنن از ایشون بگیم که تا وقتی که اسناد هست، تا وقتی که مدارک هستش، هیچ وقت هیچ کسی نمیتونه به کسی تهمت بزنه و دروغ بگه. همینجا ما فایل صوتی که مکالمه اسکایپی هستش امید دانا با یک فکر میکنم شخص امنیتی هستش رو انجام میده برای برنامه پشت پرده ارسال شده و به نوعی بهتره بگم که لو رفته. برای شما ما این فایل صوتی رو پخش میکنیم. تصمیم گیری با خود شما هستش و ما نه این فایل صوتی رو تایید میکنیم و نه رد میکنیم و فقط نتیجه گیری رو برای خود شما میذاریم که این شخص چه صحبتایی رو رد و بدل میکنه. دایو اینترنت ضعیفه. الان خوب شد. همین وقت شد. آره در مورد سازمان امیدوارم چیز ندارم. دو تا چیز گفتم، نه صدا رو شنیدی چی میگفتم بهت یا نه؟ نه نشنیدم. میگم دو تا مطلب میخواستم بهت بگم. بعد یکیش یه اتفاقی با معروف شنیدم که داره برات میفته ولی خب مربوط به سازمانم نیست، ربطی به سازمان نداره. اونو میخواستم بهت بگم. خب اونو بگویم چون چیه؟ شکایت از سپو که از من کردن؟ شکایت سپو رو نمیدونم ولی خب من شنیدم که یکی دو تا وکیلن بعد افتادن دنبال کار تو که امید دانا تو استکهلم داره کار جاسوسی میکنه، یعنی داره باره جمهوری اسلامی کار میکنه. خب ولی نسبت ببخشید اونو خیلی وقته. خب هیچ کاری نمیتونم. جاسوسی با اینقدر بیفتن از این چیزا دنبالشونم چیکار میخوام بکنم. خب دومیشم یه دونه مسئله این مسئله یک ساله. این از روز 20 ژوئن دنبالشن. شما کجا شنیدی؟ من یه بنده خدایی بهم گفت. این حرفا زیاده. در ضمن یکی رو اینجا ثابت کردن جاسوس جمهوری اسلامی، هیچ کاری نتونستم باش بکنم. آره دیگه اونش مهم نیست بابا. این چیزا از این چیزا تو زیاد دنبال ما میافتن. یک سال دنبال اونم. ببینیم آخرش میتونم ببخشید تو رو بخورم یا نه.